سلام به همگی رفقا، سلام به همه برابک، سلام به همگی بچه ها. خیلی وقت بود براتون ویدیوی بلند مدت نذاشته بودم که این ویدیو رو حتما نگاه کنین تا آخر. خیلی امیدوارم ویدیوی خفنی بشه. میخوام از الان به بعد ویدیوی فوتبالی بلند مدت بذاریم. لطفا همین الان وقتتون نمیگیره یه لحظه برین لایک کنید این ویدیو رو، سابسکرایب کنید و یه کامنت بذارید. خیلی خوب، تیم هایی که میخوام تیم خودمو میذارم، حالا تیم خودمو از این بعد تو کامنت ها بهم بگید من چی بردارم. حالا امروز شانسی ما میریم رئال مادرید رو برمیداریم یا نبیم کاریش کنیم، رقابت مسی و رونالدوش کنیم. خودم میشم رونالدو، تیم مقابل ما هم میذارم مسی، یعنی همون النصر و اینتر میامی. خیلی خوب، برم رونالدو داخل کدام لیگ؟ بله اینتر میامی هم اینجا بود اشتباه نکنم، داخل این. بله خیلی خوب بچه ها، بریم با گزارشگری خودم که بازی رو داشته باشیم. پیرانا عالیه، ترکیبم یه دستی به ترکیب بزنیم. خوب همه چی خوبه، هم هیچی خوبه بچه. ترکیب اوکیه ولی مانه رو ما میاریم نوک و این هم میذاریم این بر کیه؟ ژائو فیلیکس. خیلی خوب، این تیم ما اوکیه دیگه. بریم تیم مقابل. بله مسی دارن، هم ترکیبشونه هم تعویضیاشونه. سوارز حتی بازی نمیدن. بریم برای شروع بازی. خیلی خوب بچه هم عکس از همه. بریم برای دیگه شروع بازی مستقیما با گزارشگری خودم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب به نام خدا بازی همین الان شروع میشه. پاسکاری بین یاران النصر، پاسکاری میکنن، یه پاس میدن، توپو به رونالدو میرسونن، خطرناکه. کریستیانو رونالدو پاسکاری نمیکنه، یه لحظه میخواد همینطوری دریبل کنه و بله میخواد کورنر برای تیم خودش یعنی النصر بگیره. همین اول میخوان جنجالی شروع کنن بازی رو. تیم النصر با رونالدو تو میفرسته، نمیذارن مسی برسه ولی مسی تو بچنگشون در میاره. خطرناک، میتونه یه ضد حمله زیبا رو داشته باشیم. دیپول، توپ دیپول رو گرفتن، یه پاس خوشگل میندازن برای رونالدو ولی نمیرسه، توپشو میزنن. لیونل مسی دارن تک میزنن، توپ مسی رو هم زدن. از این طرف یاران النصر دارن وارد میشن. سادیو مانه، توپ مانه رو زدن. حالا بروزوویچ دنبال توپ گیریه، توپ هم به همین میکن میگیره. کریستیانو رونالدو حساس این توپ. رونالدو با یه پاس بده، یه پاس میده. سادیو مانه، وای چه موقعیت رو از دست داد سادیو مانه. ببینید چه ضربه سری زد و چه خطرناک از کنار دروازه رد شد این توپ خطرناک. بازی رو آغاز میکنه دروازه‌بان اینتر میامی لیونل مسی. خطرناک میتونه باشه، من اینجا خطرناک میتونه باشه. و چه شوتی، چه شوت خطرناکی رو زدن. واو، تیر دروازه رو به لرزه در آوردن. خیلی بسیار بازیه
خفنی دارش میشه. بنتو آروم بازی میکنن. خانه پاس بلند رو میدن، میفرستن برای کریستیانو رونالدو و قد بلندش میتونه خوب پاسکاری کنه. ضربه سری هم زد رونالدو. خوب دارن پاسکاری میکنن ولی توپشو میزنن. اینجا یه پاس بلند میده رونالدو. وای که چه توپی رو خراب کرد. حالا از آغاز میکنن لیونل مسی انقدرش بلند نیست برای سر زدن. حالا یه پاس میدن رونالدو، میخواد بده پشت سرش. رونالدو پاسکاری یاران الناس بیهوده. حالا لیونل مسی پاسکاری میکنن این طرف زمین، خطرناکه. ژواو فیلیپس، رونالدو خطرناکه. مانه چه گلی میتونست بشه. سادیو مانه چه پاس داد رونالدو. چی قشنگ زد سادیو مانه. خیلی این بازی داره حساس میشه. دقیقه 36 و اگه این بازی گل داشته باشیم میتونه خطرناکترم و حساستر بشه. خیلی خوب بریم. رونالدو پاسکاری خوب میدن به رونالدو. بازم سادیو مانه میتونه. سادیو مانه دروازه بونه. اینتر میامی توپو در میاره. چه پاسی داره؟ پاس داره همینطور رونالدو پاس میده. خودش هنوز نیومده بگیره و با دروازه‌بون با زانوهاش توپو در میاره. بروزوویچ توپو میفرسته روی گل، میده عقب‌تر، میخواد مانه سر به سر بزنه ولی این اتفاق نمیفته. لیونل مسی چه پاس اشتباهی دادن. مسی این سرباز پاس داد، میتونه خطرناک باشه. یه تکلم میزنن، اشتباه میکنن بازیکنان، گل نخورن. نه کلا توپو به بیرون زد این بازیکن. دقیقه 45 و 2 دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول هستش. حالا ژواو فیلیپس خطرناکه، میتونه گل زنی بکنه تو همین دقیقه. چه گلی زد کریستیانو رونالدو. خوشحالی میکنه با هواداران خودش. کریستیانو رونالدو شماره 7 این تیم. چه زیبا گل زد. یه بررسی کنیم این تیمو. پاس گلات مانه و چه راحت هم زد دیگه. دروازه‌بون نرسید، هر کاری کرد. و پایان نیمه اولم بله پایان نیمه اول. ببینیم در نیمه دوم چه تغییراتی برای دو تیم شاهد هستیم. 66 به 34 مالکیت تو برای الناس بوده. خیلی خوب بریم برای تیم نیمه دوم که دو تیم برای تیم الناس هیچ تغییری ایجاد نشده ولی برای تیم اینتر میامی هنوز مشخص نشده. خیلی خب دو تیم هیچ تغییری ایجاد نکردن برای تیمشون. شروع نیمه دوم هم مشاهده کردیم. بروزوویچ پاس میدن، نرسید. پاس میده به کریستیانو رونالدو، میده مانه، میخواد همونجا. مانه و چه تیرکی. سادیو مانه، ژواو فیلیپس، مانه و توی دروازه. دیگه از این گل راحت‌تر نداشتیم. بله خوشحالی مانه رو هم مشاهده کردید. ببینیم گل هم یه بررسی داشته باشیم. پاسکاری اشتباه، ژواو فیلیپس پاس داد و مانه و همین آسونی گل زدن. حالا دو گل رو زدیم. یکی از گل ها رو کریستیانو رونالدو و یکی دیگر از گل ها رو سادیو مانه به ثمر رسونده. ژواو فیلیپس نیمه دوم واقعا داره خوب بازی میکنه. کریستیانو رونالدو داخل دنبال توپگیری هستن. مانه دارن توپگیری میکنن، نمیخوان حتی میامی ها
به دروازهشون برسن خطرناکه این موقعیت. پاس خوب میدم به مانه، خطرناک میتونست باشه. حالا دروازه‌بان پاسکاری بازیکنان اینتر میامی رو مشاهده میکنیم. پاس میدن به دیپول توپش زدن. دیپول الاسا نمیذارن حتی نزدیک دروازه هم بشن. اینتر میامی حتی خط وسط زمین هم عبور نمیکنه. خطرناک چه سری زد. انصافا قشنگ بازی میکنن هر دو تیم. بازی جذابی رو داشتیم، مشاهده میکنیم بازی جذابی رو. حالا توپشو میزنه، نه خوب پاسکاری میکنن. بروزوویچ، ژوئو فیلیپس، مانه، ژوئو فیلیپس چه پاسکاری خوبی. میخواست بده رونالدو کارو تموم کنه ولی نشد. حالا الاس چه پاسی داد به رونالدو، چه سروی. وای که اینم گل نشد، چرا رونالدو تیر دروازه تو این بازی خدای خیلی تیر دروازه اینتر میامی در اومده. صدای تیر دیگه تا اینجا هم داره میاد. مسی سوارز پاس میده. سوارز رو بله تعویض کردن ولی ما تعویض رو ندیدیم. یه موقعیت خطرناک هم داشتن ولی اینطور موقعیت های بد کاری میکنن. بد زد ضربشو، خیلی از دروازه فاصله داشت. بنتو پاس آروم میخواد بده. حالا پاس خوب. بروزوویچ اشتباه کردن بازیکنان النصر. مسی میتونه خطرناک باشه. دفاع النصر رو در آورد و بازم میتونه خطرناک باشه. ولی مشاهده کردید که چی جوری دارن النصر رو دفاع میکنن، با دل جون خودشون دارن دفاع میکنن. این بر زمین دارن خوب کار میکنن. چه پاس بدی داد. دقیقه 87 زمانهای پایانی این دیداره. پاس خوب. بروزوویچ دقیقه 90 3 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم حساب شده. کریستیانو رونالدو یه پاس رو به جلو میده. انصافا پاس خوبی داد، میتونه گل بشه. چقدر بد پاس داد و بله پایان این بازی بسیار جذاب 2-0 به نفع النصر عربستان. یه اشتباه شد گفتم اینتر میامی 2-0 باخت این بازی رو و اینم مشاهده میکنید. 53-47 مالکیت تو بر دستانه بر البته بگیم پاهای النصر بوده و اینم یه بازی جذاب دیگه دوستان. و اینم یه بازی خیلی جذاب دیگه. خیلی خوب دوستان، آقا از این به بعد هر بازی که خواستین رو به من بگین تا براتون ویدیوشو بسازم. این ویدیوی کوتاه بلند مدت ها دیگه از این به بعد ویدیو فوتبالی میشه دیگه. از ویدیوی جی تی ای نخواهیم داشت. همه ویدیو این پیج من دیگه از این به بعد فوتبالیه و همین الان لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت های فوق العاده زیاد، لایک کارو بهتر کنید و چنل منو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیوی خیلی خفن دیگه و یه رقابت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.